اثری که قراره به بررسی مهمترین قسمتاش بپردازیم توی نوار دوم و چهارم شما رو حیرت زده. این اثر یک اثر ملی و ارزشمنده که توی ویدیوهای قبلی تا حدودی بررسیش کردیم و حالا قراره بفهمیم چرا نماد کشورمون توی المپیک توکیو 2020 بوده. نوار چهارم یعنی 1 2 3 و 4 داره 12 نفر رو در حال انجام حرکاتی مثل بالا زدن، پل زدن و 3 تا حرکت ژیمناستیک دیگه نشون میده. عجیب نیست؟ توی نوار دوم 1 و 2 اینجا 2 نفر رو میبینید که هر کدوم پای خودش رو گرفته و در حال زورآزمایی. یه بازی که الان بهش میگن لیلی و ما داخل اصطلاح محلی بهش میگیم الختور. بازی که همین الان هم مردم بومی زاگرس در حال انجام اون هستن و این یکی از اعجاب انگیزترین قسمت‌های این جام بی‌نظیره. دقت کنید این اثر 2700 سال پیش ثبت شده و این نشون دهنده قدمت پهنای زاگرس و خصوصا شهر ارزشمند ارجان که در بهبهان امروزی واقع شده هستش. و شما می‌بینید یک بازی بیشتر از 2700 سال برای مردم زاگرس قدمت داشته. این اثر رو بفرست برای بقیه تا متوجه بشن این کشور چه ارزش‌هایی رو در خودش جای داده.